در بسیاری از شهرهای ایران مردم علاوه بر کمبود برق با کمبود آب هم مواجه شدن و این در حالیه که ما ویدیوهایی رو در اکسپلور میبینیم که خلاف این موضوع رو نشون میده. ویدیوی اول رو با هم ببینیم. 1 مرداد ماه کنار سد کرج، ماشاءالله پربار، برکت خدا. سد همیشه آب جمعی قد بوده. ویدیوی دوم رو هم مشاهده کنید. دوستان امروز پنجشنبه 2 مرداد ساعت 6 اومدم سد لطیان براتون فیلم بگیرم که هیچ خبری از بیابی و کمابی نیست. همینجوری که نگاه میکنید سد ماشاءالله پر آبه، هیچ خبری نیست. من تحقیقات زیادی انجام دادم، متوجه شدم که نه اداره آب مشکلی داره، نه سدهای ما دچار کمبود آب هستن. مشکل از یه سری لوله کشی ها هست. همونطور که در این ویدیو مشاهده میکنید یک سری لوله های آب به صورت خودسر اومدن آب رو میک میزنن، آب رو میکشن داخل خودشون. حالا کجا میبرن من نمیدونم، خیلی پدیده عجیبیه، ولی دلیل کمبود آب شما اینه، یعنی هیچ مشکلی از نظر مدیریت آب در کشور نداریم. لوله ها خودخواسته آب رو میک میزنن، همین.